دوبله شده در استودیو جن. چی شده آقا پسر؟ ها؟ کشتیات غرق شده؟ برو پیکاره. پسرم هنوز که چیزی بینتون نیست، یه نامزدم نشدیم که. حالا این هیچ دختره اسم اینم نمیدونه. الکی واسه خودش میوره و میدوزه. خیلی خب بابا پاشو بریم دیگه. امروز وقت درد عشق کشیدن نیست، ختنه سرون داریم. میگم برو پی کارت. ختنه سرون میخوام چیکار؟ پس تاخش بالا میذاری؟ میذارم کاپیتان. در ضمن ما عاشق شیم از ته دلمون عاشق میشیم. آی نامزدی آی حلقه، ما به اینجور چیزا احتیاج نداریم داداش من. خیلی خب بابا عاشق شما که بخیل نیستیم، اما دخترم خبر داشته باشه بد نیست. شما دارین چی کار میکنین؟ یه عالمه کار دارین، پاشین دیگه. آقا جواد ما یه درده خیلی سنگین دارن. چرا مسخرش میکنی؟ نمیبینی بنده خدا ناراحته؟ سلین خانم تا گریه نکنی شکلات بد نمیدن، ما به خاطر خودش میگیم. اینجوری تک و تنها به چرخی یه روز چششو وا میکنه، میبینه تو عروسی شازیمن وایساده داره بهشون سکه میده. باره بابا اصلا شما از عشق چی سرتون میشه ها؟ فقط بلدی مسخره کنین، هر به درد مردم بخندین. جواد تو واقعا یه سنگدل بیرحمی، بی احساس. جواد اما اتم مگه من چیکار کردم ها؟ خیلی اذیتش کردی. خیلی اذیتش کردم؟ آره اذیتش. من از این چیزا سر در نمیارم دیگه، به خدا سر در نمیارم. نه قد نمیده خنگم. کجا میری مقدس؟ خبریه؟ آخ مادر جون، این روزا یکم استرس دارم، به آرامش احتیاج دارم. میرم ماساژ. تا وقتی اینقدر بیخیالی بلای سرت نمیاد دخترم، هیچ نگران نباش. چرا اینجوری گفتین مادر جون؟ ناراحت شدم. نمیدونی چرا دخترم؟ تو خونه شوکت خان دارم برای ختنه سرون نومون تدارک میبینن، اما برای تو اصلا مهم نیست، باید بریم اونجا کمکشون کنیم. مادر جون نمیخوام با اون آدم طرف صحبت شم، اعصابم خورد بشه. تا چشمم بهشون میفته راگام رو هم سوار میشم. من سالهاست به لطف تو همیشه رگام روی هم سوار شدن، اما تا حالا دیدی عصبانی باشم؟ مادر جان من عاشق اون رگای شمام که رو هم سوار شدن. خداحافظ. سلیم بهت میگم تو ول کن دیگه، بسه. چرا ول کنم؟ دارم کمک میکنم دیگه. کمک نکن. ای بابا این کار مردونه است خانم، میفهمی؟ ولش کن، تو برو تو ماشین بشین. کار مردونه؟ حالا میبینه اونا رو چطوری بر میدارم. سلین میگم یه جایی یه چیزیش میشه عذاب وجدان میگیرم، دیوونه میشم ها. آهای با تو هم. ای خدا دختره یه دنده. سب کن یواش برو اون بر بزن. ای وای ای دختر همینه دارم میگم دیگه، بیا همه رو شکوندی. سلیم خوب میاد سلیم. نه بابا یه خرش کوچیکه. سب کن بیا این بر بایسا بیا چی کار میکنی؟ میریم درمونگاه. نگاه دستتو تیکه و پاره کردی سلیم، نگاش کن. تو حالت خوبه؟ از دستم خون میاد. نه پاها باشه اومدیم و زد به پاد. زود باش سوار بزنه به پا؟ آره بشین تو بشین. حالت خوبه؟ زده به سرت؟ آخ سلین 100 بار گفتم تو این کار دخالت نکنه. ای بابا مسعود حواست به اینا باشه. آقایون شما هم چه خوب نشستین تخته بازی میکنین، تفلکی تک و تنها صندلیو میکشین برام. بگم چای قهوه هم بیارم؟ قربان چرا عصبانی میشی؟ عصبانی نشدم، حواست به اینا باشه. خب خیالت چیزی شد؟ نشده مسعود، هیچیم نشده، حواست به اونا باشه. حتما بریم بیمارستان. چی شد؟ چی شده؟ با تو کوبوندی؟ نه بابا کی کوبی؟ چرت و پرت نگو، چیزی نیست هیچی. آروم باش کوچولو. من آرومم عزیزم.
یادگار غذا آماده است؟ خانداداش پلو گوشت رو تازه شروع کردی. خب زردالوها چی؟ داره تو خونه میجوشه دیگه، بدون زردالو که نمیشه. آفرین خوبه، قربون دستت. یادگار یه چایی هم من بده. شما این وقت روز تشریف میارین؟ شوکت خان تقصیر اینه، درد عشق میکشه، تا صبح نخوابید، خواب من بدبختم زهرمار کرد. چیه؟ جواد این چی میگه؟ هیچی شوکت خان، ما به کارمون بریم. چرا نمیگی بابا؟ این یکی رو میخواد، اما دختره رو یکی دیگه میخواد، حالش گرفته. خفشو. چرا نمیرین خواستگاری دختره؟ چجوری بریم شوکت خان؟ با دست خالی بریم بگیم دختر میخوایم؟ چی بگیم؟ سلام میخوامش اما آسوپاسو بی کس کارم. پسرم پس ما اینجا چه کاره ایم؟ مترسکیم یا چغندر ها؟ تو بگو دختره کیه برات برم خواستگاری کنم. مرگ من آقا. بابای خودم شوکت بابا. ولی این کارو تموم شه بعد میره. خدا خیرت بده آقا، هرچی از خودم میخوای بهت بده، دست به خاک بزنی طلا بشه. برین دنبال کارتون ببینم. کار ما چی بود جواد؟ چیزه میخواستیم بریم از شهرداری برگه بگیریم. شوکت بابا دمت گرم، چاکرتم. بزن قدش قربونت برم. زینب اینجا چی کار میکنیم؟ بریم یه مرکز خرید درست حسابی گزینه‌های بیشتری داشته باشیم. فاتح جون نمیشه، بچهای محل ما فقط یه گزینه دارن، اونم مغازه حاجی نوری توتونچی. همه بچه‌ها از اینجا میخرن، چاره دیگه ای نیست. حالا از حاجی نوری نباشه ختنه مورد قبول واقع نمیشه؟ نمیفهمم. دوبله شده دار ای بابا. عمو نوری رفته بیرون. عمو نوری اومدم. سلام، چطوری؟ سلام، خوش اومدین. ممنونم. خوش اومدین. ما اومدیم لباس ختنه سورون بگیریم. برای ختنه شدن یکم دیر نکردین؟ چرا؟ محدودیت زمانی داره؟ بگذاریم، میتونم پیرجامه و شلوار جور کنم، بلوزم هست، اما شورت ختنه اندازه تو ندارم. میتونی با کلاهی چیزی خودتو بپوشونی، تمام میشه میره. من نیستم، برای پسرم میخوام. باشه چه فکر کردم. پسر چند سالشه؟ 10 ماهه. باشه الان میارم. عمو نوری از اون پرپریا نباشه، همه جا میچسبه. باشه از یه جا دیگه بگیریم زینب. فاتح پیرمرد مرگ من بیاد. نه یه دقیقه زینب این چه کاریه؟ تو رو خدا زینب. خیلی بهت اومد. بس زینب. یه لحظه وایسا، اینم اینجوری بگیر تو دستت، اینجوری. زینب چی کار خواهش میکنم، میکنی؟ التماست میکنم بگیر. مگه من دلغکم؟ وای فاتح، نگاه اون لباسا خیلی خوشگلن مگه نه؟ نگیر زینب وایسا نگیر. وایسا، خیلی باحال شد. زینب چی کار میکنی؟ فاتح الان دیگه شدی یه پرنس واقعی. راست میگی؟ البته که نشوخی کردم، ریخت تو نگاه پرنس منو این ریختی مسخره میشه. میکنی؟ نبینم اونو جایی گذاشتی یا آبروم میره. وای فکر خوبیه ها. زینب نه هیچ جا نذاری، از گوشیتم زود پاک کن. اده چی کار کنم؟ میخواستی عکسای ختنه سورونتو نشونم بدی. بابا تو همه عکس‌ها لخت مادرزادم، چیشو نشونت بدم؟ چیه؟ یادم رفت به زنگ بزنم. کدوم زنه؟ به مرگم خانم دیگه. وای نه وایسا. نه وایسا زینب، چرا زنگ میزنی ها؟ اون زنه تو ختنه سورون پسر ما چی کار داره؟ اونقدر هم صمیمی نیستیم. فاتح جون چرا زنگ میزنی؟ یعنی چی؟ زنه سابکار منه، باید رابطمون رو خوب نگه دارم. از روی نزاکتم که شده باید دعوتش کنم. زنگ نزن زینب. صبر کن الان زینب میزنم. ببینم گزارش مالی سالیانه این شرکت پس کجاست؟ الان به آقا محمد خبر میدم میرم خانم. خیلی دیر بشه فردا رو میزتونه. ببین زینبه. بله زینب جون. سلام مریم خانم، امیدوارم بعد موقع مزاحمتون نشده باشه. خواهش میکنم، هر وقت بخوای میتونی تماس بگیری. خیلی ممنون. من میخواستم برای ختنه سورون سلیم دعوتتون کنم. منو میخواستین دعوت کنین؟ جدا؟ بله. خوشحالم کردی، فقط خارج از کشور یه مهمون دارم، نمیتونم اونو تنها بذارم. به بزرگی خودت ببخش.
باشه پس چی کار میشه کرد؟ قسمت نبوده. اما بابت این دعوتت خیلی ازت ممنونم زینب جون. خواهش میکنم مریم خانم، خداحافظ. کار داره نمیاد مگه نه؟ از خارج یه مهمون براش میاد. زینب از یه جای دیگه بخریم، نمیتونه پیدا کنه. عمو نوری چقدر قور میزنی فاتح؟ همه جاتم پرپری شد. عمو نوری میگم کاش به زینب خانم نمیگفتین. آخه به شوکت قول دادم، گفتم که مزاحمشون نمیشم. در ضمن یادگار منو ببینه میشناسه. حالا که میتونم با دخترم نزدیکتر باشم دوست ندارم مشکلی پیش بیاد. خب خودتون میدونین، اما این فقط یه بار توی زندگی پیش میاد. حتی از فاصله دورم نمیخوایم ببینینشون. اصلا حوصله ندارم که دوباره با شوکت درگیر بشم. ببین زنگ زد و منو دعوت کرد. معلومه که زینب از من خوشش اومده. یا خدا خانوما شیره شیرینی هم ریختم، 2 سینی هم تو فر داره میپزه، یکم هم بعد حاضره. قربون دست جاودان جونم. خب شما چی کارا کردین؟ تونستی می صندلی رو جور کنید یا نه؟ اورهانم رفته دنبال اونا. خوبه. ای وای، خواهر گروه ارکستر گرفتین؟ خواهر با 2 نوار و کاست سر و تهش هم نیاری، یه جشن درست حسابی با ساز و دهل براش بگیر. داداش موتنتنم فکر همه جاشو کرده، ویولون همه چی. خب بس خواهر میگن ختنه سرون پسر نجله آرگشیه که به جلمان آوردن. من اینطوری شنیدم، گفتم بگم که بدونین. اوی که از اسم این نجله آرایشگره حالم به هم میخوره. چی کار کنم که آورده؟ بچه خودمون جمعا یه جلمانو پر میکنم. خواهر حالا اینا رو ول کنین. یادگار من از خونواده دومادت هرسم گرفته. باور کن رفتیم اون همه بهشون کمک کردیم، نگفتن ما هم بریم یه گوشه از کار رو بگیریم. اوی مگه ما لنگ اونا موندیم؟ ولش کن خودمون همه این کارا رو میکنیم. آره مگه من گفتم لنگ اوناییم؟ اما چه میدونم این همه با هم رفیق شدیم. خواهر خیلی ببخشیدا، من که نمیخوام حالتو بگیرم و یادگار. اما گرفتی آیفر، گرفتی. اما خب آدم برای تعارفم که شده نمیاد بگه منم یه گوشه کارو بگیرم. خواهر راست میگی آیفر، خب حرف حق میزنی، اما خب آدمی زادیم، همه مثل هم نیستیم. یکی زنه یکی عروسکه. اوی صداتون رو گاز بگیرین دیگه، دست به جنبونین دیره. بیا اینور ببینم، یه بالا سر این وایسا، هم بزن ببینم. اوی به جای قور زدن کار کنیم. اینقدر کار نمی‌کنی کاپل شدی. بجنبی. کار کنیم هم بزنیم، اما اینم بگم که بدون آهنگ و غیر کمر نمیشه خواهر. اوی آهنگ میخوای؟ بفرست بیا. داره آی بیا قربون دهنت یادگار. İkincisi benimdir. Yenge kızın 3 oldu. Üçüncüsü güç oldu. Yenge kızın 4 oldu. Dördüncüsü 4 oldu. Yenge kızın 5 oldu. Beşincisi eş oldu. Yenge kızın 6 oldu. Yanakları datlıdır. Yanakları datlıdır. Yenge kızı 7'ye. Bir tanesi hediye. Yenge kızı 8'dir. 8. Temmuz'dur. Yenge kızın 9'dur. 9. domuzdur. Yenge kızı aman bayıldım aman aman. Bayıldım aman aman. قابل نداشت عزیزم. آیفر اون چیه تو دهنه؟ دست به جنبون. خیلی خوب بابا کار میکنیم. خواهر رو ببینین دیگه پخته. چیاشو ریختی چیاشو نریختی؟ یواش برک گذاشتین؟ ها سبورک درست کردیم. آها یادگار یه تیکه این قدی عثمان ببر ببینم. چشم خونده داشتم. ای آقا مجوز جور کردین؟ قرار شد خود شهردارم بیاد. بله که مجوز میده. گفت اینجا کلهم مال شوکت خان. گفت هر جا عشقشه بره بگیره. آره خاطرمون عزیزه، باید خودش بیاد. با اوباما قرار داره. اوی آرهانم اومد. ای چیکه مادر صندلی‌ها رو آورده. دایی خر بیاره باقالی بار کنده. خر چرا؟ ماشین که هست. دایی اون ضرب المثله بابا. از شهرداری زنگ زدن نمیتونیم تو کوچه جشن بگیریم، مجوز ندادن، نمیذارن. مجوز جشن ندادن؟ کامل
نگفتی مجوز دادن؟ بابا عرضه یه دونه کارم ندارین؟ مجوز ندادن اما شهردار خبر نداشته. حالا من چه خاکی به سرم کنم؟ جلوی مردم آبرومو بردین. چجوری تو روی مردم نگاه کنم؟ خب تو خونه بگیرین، حتما باید تو کوچه باشه. آره دایی، تو خونه بگیریم. سالن خونه عمو ادریس هم هست، اونجا بگیریم دیگه. بچه‌ام تو سرما یخ نمیزنه، هوا سرده. ها؟ داداش نه نمیشه. چرا نمیشه؟ دخترم خب نمیتونه تیر هوایی بزنه. مگه من گنگسترم؟ دخترم تو گوش نکن. اول با ادریس حرف بزنم ببینم اصلا وضعش چجوری هست. ببینین کامیل، جواد، خوب گوشاتونو وا کنین. خوب کل محل تک تک در همه خونه ها رو میزنین. اگه یه نفر از اهالی اونجا نباشه میدونین چه بلایی سرتون میاد دیگه نه؟ بله میدونیم آقا. بودو یادگار، اگه اونجا جور شه غذا رو میفرستیم اونجا. ما رفتیم. همش یادگار یادگار. دایی همین بهترین کاره، شک نکن. ببینید مراقب باش ما رفتیم. ممنون دخترم، ممنون. آی فیر، این همه غذا رو چجوری ببری؟ اوی چی کار کنی؟ اوی این دختر باز کجا موند؟ ها الو شازی، من دختر کجا موندی؟ آبرون پیش همه رفت. بیا یه گوشه کارو بگیر، یه ذره کمک کن. چی؟ نمیتونم یعنی چی؟ نمیتونم و ذره مار خاک تو سر. فاتح، لباس سلیمو پیدا نمی کنم. صبر کن هول نشو، اومدم. سریعتر بچه ها، دیرمون میشه. مقدس یکم عجله کن. هنوز نیومدن. هاجر لطفاً یه سر برو بالا. نتونستن لباس بچه رو بپوشونن. بیا بدو اومدیم بگیرش مامان جون. بیا. آی قربونت برم سلیم پاشای من. آی عزیزم چقدر بهت میاد. سلیم پاشام، خدا حفظش کنه الهی. عزیزم خب دیگه آماده ایم، همه چی کامله، چیزی کم و کس نداریم که. زینب اون عینکو بزن به چشم. منتظر مقدسیم مادر. منظورم به اون نبود. وسایل بچه آماده است دیگه، چیزی کم نداریم. ممکن از هیجان فراموش کرده باشه. گلسوم خانم همه چی رو برداشتم، همه چی کامله. چیه؟ قراره ببرن؟ سلیم کجاست؟ مادر اون رفته خونه شوکت، تو کارا کمک میکنه. چه کار خوبی کرده. خوب شد که یکی از طرف ما هم کمکشون بوده. خیلی خوب شد. یکم سریعتر، اسلوموشن نیا. بدو. حرسمو در نیارین، الانشم به زور دارم میام اونجا. این چه حرفیه مامان؟ آدم ختنه سرون نوه‌شو از دست میده. نگاش کن. چاره دیگه این نداره پسرم، به خاطر نوه‌مون البته که میاد. نه فهمی خان، خواهش میکنم، بچه به این کوچیکی چی میفهمه؟ به نظر منم شما نیاین مقدس خانم. فاطمه بریم دیرمون شد. دختری چندش. چقدر چندشه. سه دو یک بفرست بیاد آقا. ساکت چین. این چه وضعیه؟ سرم رفت. حالتون خوبه؟ تو اصل حجر موندین. این چه اداییه؟ این چیه فهمی آخه؟ این دهل چیه؟ اینم سرناچی. اینم ماشین مخصوصه، با این میرن اونجا. من بمیرم هم سوار این ماشین نمیشم. مقدس قرارم نیست تو سوار شی، این برای بچه است. فهمی خان، اما نمیشه که.
این ماشین روبازه، تا برسیم اونجا سلیم یخ میزنه. نه کل راهو نه، با ماشینا میریم به محل رسیدیم، برای چند دقیقه میشونیمش رو. این میشه. پس یه چیزی، مقدس خانم میتونیم با این ماشین برین شما. تو منو مسخره کردی آره؟ نه بابا چه مسخره‌ای، همچین کاری نکردم. چون خوشتون میاد خودتون رو تو چشما فرو کنین گفتم. همین میکنم تو سرت ها. مقدس خانم آخرین شوخیاتون. بس دیگه بسه، برین سوار شین. پسش بده ببینم. پسش بده. بزن آقا بزن. یالا دخترها دست به جنبونین، وقت نیست، عجله کنید سریعتر. قربونت برم جیگر عمه، قربونت بیشم. چش نخوره. عالی شد. جواد. جونم آقا. بالاتر، از این بالاتر. بالاتر. سلام. خوش اومدی داداش، چطوری؟ خوبم قربونت. خسته نباشین. مخلصیم. سلام، من متم. سلام. خوش اومدی آقا مته، خوش اومدی. خیلی ممنون. مته. سلام. بیشتر. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ چه خوشتیپ شدی. خیلی ممنون. تو هم همینطور. ممنونم. فاتح اینا کجان؟ دارن میان تو راهن، الان میرسن. باشه خب کاری هست منم کمکتون بکنم؟ آره؟ تو هم کمک کنی؟ بادکنک. بادکنک میتونی؟ چجورم؟ بزن بریم. مته چطوری؟ مته سلیم یه دست بندازیم بابا. ای تو برو. هی فادیک. بله. ای پسر کیه؟ اون مته هست دیگه، چیز دوست فاطمه. پس دوستتون نیست؟ نه خب دوست منم هست، دوست هممونه. حرف میزنین؟ مامان جون حرف میزنیم، دوست هممونه دیگه. ای بابا مامان من باید برم. هیچ جا نمیری. فادیک ببینم اهل کجاست؟ همشهری خودمونه دیگه. سیواسی. بابا کجای سیواسی؟ نمیدونم، میپرسم بهت میگم. من رفتم مامان. ای قربونش برم من. اهل سیواس باشه، فرق نداره کجای سیواس. ای خدای من، کاری کن شازیمندم دست غریبه ها نیفته. به امید خدا. فداتونم زیا، قسمت شما میشه. به امید خدا. اوی قربون دستت آقای همین غذاها رو آوردی. زنده باشی، بی خود خیرت بده. اوی جواد پسرم اونو بالاتر از این بزن پسر جان. ببر بالا. یادگار. خواهر مهمونا یواش دارن میان. پس ننه بابا این فاتح کجا موندن؟ میان خواهر میان، نگران نباش، کم مونده. بابا هنوز زینبم خبری ازش نیست. اوی تقصیر خانداداشم، دست و پاشونو به هم پیچونده. از یه ور برن خرید، از یه ور حاضرشن. خدا کن اینجا رو پیدا کن. یادگار من که تو عمرم همچی چیزی ندیدم. دختر تو هم زیادی راحته. خواهر آدم ختن سرون بچه خودش دم آخری میرسه، مگه تو مهمونی؟ آره؟ اوی دختر خودتو چرا نمیگی؟ کجاست شازیمند؟ کوشه شازیمند؟ چرا نمیاد گوشه کار بگیره؟ ما واسه خواستگارش اون همه راه پا شدیم رفتیم، الان کجاست؟ نمیاد یه گوشه کار. نفری نکن یادگار، سرت میاد. اوی فردا که الف سوی تو هم بزرگ شد مثل شازیمند ممون رو دستت حالتو میپرسم. اوی چونت لغ بشی که اینقدر نحسی. این چه جور حرف زدنه دختر، خدا نکنه. یادگار خانداداشم همه جا پر از بورک مورک و شربته. غذای اصلیتون کوپ است. مو قشنگ همه رو آوردیم گذاشتیم تو آشپزخونه دیگه. خوبه. ببین
یه سری مهمون در از راه دور میان، هیچ کی گشنه بر نمیگرده ها. خاندتشم نگران نباش، از همشون حسابی پذیرایی میکنیم، تو جوش نزن. خوبه، آفرین. های اومدن بدوین بدوین اومدن. بدوین. ای خدا اومدن. چه بزن به کوبی رو انداختی شوکت بابا. چی فکر کردی دومار؟ ای جونم نه ای جیگر طلا من تکلیف شده. نه بفرمایید برید بفرمایید. جیگر قربونه بریم. خوش اومدید گفتم. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خوش اومدی. چطوری؟ خوش اومدی. ممنونم. زحمت کشید. خواهش بابا میکنم. مقدسون چطوری؟ خوش اومدید. ممنون. حالتون چطوره؟ خوش اومدی. چطوری نازنین؟ خوش اومدین قربان. شما چطوری؟ خوش اومدی خدا. خیلی خوش اومدین شما. چه خبره مقدس؟ خوش اومدی. راستی خیلی ازت ناراحت شدم و ولش کن، الان قبل مهمونی حرفشو نزنیم، اما خیلی کارت بده. برو تو خواهر بخشیدم. فقط همینم مونده. ولش کن، حالا برو. تموم شد. بریم تو. 3 2 1 حالا بزن آقا بزن. ایمن. اومدی همطوری بشینی؟ پاشو بریم فهمی جون. دارم پاشو تماشا مقدس. میکنم. چیو تماشا میکنی؟ پاشو دیگه، پاشو مقدس. اگه مثل این بی کلاس غیر بدی به خود همینجا قش میکنم، گفته باشم قش میکنم. بیا مقدس پاشو بیا بیا. مقدس بیا دیگه بیا. خدا فردا. بیا بیا ای خدا. خدای من. بزنیم رو دورتون. قور نزن مقدس. پا بزن لاغر میشی. آفرین دمتون گرم. مقدس رو نگاه کن. مقدس رو آفرین مقدس. آفرین به تو. آفرین. پا بزن مقدس. آفرین. مقدس بزن رو دورتون. بزن. آها. آفرین دمتون گرم. آفرین به تو مقدس. آفرین به تو. خوب اومدی.
دوبله شده در استودیو جری. مهمونای عزیز، حالا میخوام سورپرایز امشب بهتون بگم. این سورپرایز رو برای دختر گلم زینب حاضر کردم. برای من؟ ها. تو از این خبر داشتی؟ از چی؟ شما باز چه کلکی تو سرتونه؟ و اونجا آهنگای محلیشو میخونه. امروز هم روی ما رو زمین ننداخته تا اینجا اومد. این شما و این دوست و برادر عزیزم رسول دیندار تشویقش کنید. بابا! رسول دیندار! ایول دختر عزیزم خواهش میکنم. خوش اومدین. زینب، شوهر عزیزش فاتح و سلیم کوچولو. اگه اجازه بدین میخوام این آهنگو به شما تقدیم کنه.
vereyim bu cani. Sevdalık ince marazda yakayım canımızı. Sevdalık ince marazda yakayım canımızı. Vazgeçersek eğer satanayın o, doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayın olma kurbanız o. Vazgeçersek eğer satanayın o, doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayın olma kurbanız o. Nayın o, nayın o, nayın olma kurbanız. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayın olma, nayın o, nayın olma kurbanız. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. عالی بود. دمت گرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خسته نباشی. بشین بشین. فاتح دوبله شده در استودیو جم. داداش داداش اینجاست، خونه زینبینا. چه کار کنم که اونجاست؟ زن داداش مریم رو میگن زن داداش. فهمیدم یادگار، میگم چه کار کنم. صبح خیر زینب. زینب خیلی خوشگل شدی، درست مثل یه زن شاغل. خیلی ممنون، اما من خیلی حس عجیبی دارم، یه جوریم. عادیه، گل بود به سبز آراسته شد. حرفای مقدس و جدی نگیر زینب جون، معرکه شدی. اگه با یه لباس حل میشد که حق با توی مقدس، همه چی با لباس حل نمیشه.